باقی که گیر کرده بود خودش رو بکشه بیرون و یین یانگ خودش رو تکمیل کنه، قطب منفی و مثبت خودش رو تکمیل کنه. و در اینجا قطب منفی و مثبت همون یین و یانگ معروف خودش است. تو اکثر آهنگاش شنیدیم، همیشه هم دیدیم که سعی به رعایت اون داشت، قانون یین یانگ. یین ترین حالت خودش مشاهده‌گر بود، سعی بر ساخت یانگ خودش رو داشت. فقط یه هنرمند بزرگ میتونه یه مریضی و درد ذهنی رو به اسم مریضی دو قطبی بودن انقدر قشنگ توصیف کنه. کی میتونه انقدر قشنگ یه مریضی رو توصیف کنه؟ یه هنرمند خیلی بزرگی. ببینید الان که من این چیزا رو دارم براتون میگم، پشتبندش بعد از گوش دادن این معانی، وقتی اون وایس رو گوش بدی دقیقاً این معنی ها برات زنده میشه. تو الان نمیدونستی ولی الان گوش دادی اینو، میتونی از اون استفاده کنی. همزمان از این مریضی رنج ببره ولی کم کم سعی کنه این مریضی رو بشناسه و بعد از گذروندن جنگ ها و درس هایی که ازش یاد گرفته توی قطب منفی خودش، سعی کنه توی قطب مثبت خودش وارد بشه و بتونه بمونه توش و حتی بتونه بسازتش. ممکنه انقدر تو قطب منفی بمونن آدمای مریض دو قطبی که دیگه نتونن راه برگشت به قطب مثبت رو پیدا کنن. این خطرات این مریضی. آره دوستان، هر کسی میتونه درگیر این بیماری بشه، مخصوصا افرادی که درگیر مواد مخدر شدن و باید سعی کنیم به جای اذیت و فشار زیادی بهشون کمک کنیم تا پروردگارمون رو هم خوشحال کنیم. خیلیا به کسایی که درگیر این بیماری دو قطبی بودن و هستن